سلام تماشابینان شبکه اگراتخ تی جی. با شما من یوسف عزیزов. ته‌کرسی استوار سلامتی هر یک انسان در دوام اول زندگی کودکیش پایه‌گذاری می‌شود. یکی از مرحله‌های اساسی این پایه‌گذاری که در ساعت‌های اول حیات کودک سر می‌شود، ایمونیزاسیا میباشد. و چنانکه که شما درک نمودید، ایمونیزاسیا با زبان دیگر یعنی با زبان روسی گفته گذاریم با اصطلاح این را پریریفکا یا که واکسیناسیا میگویند. پیش از آن که در این موضوع بسیار مهم صحبت کنیم، به شما تماشابینان محترم مراجعت کرده گفتنیم. کانالی که شما تماشا میکنید این کانال علمی میباشد و ما موضوعهای را انتخاب میکنیم که فقط با علم دخل داشته استفاده دستاوردهای علمی برای آسان کردن زندگی ما روانه کرده شده باشد. من از آن خیلی خرسندم که در دوام خیلی کوتاه ما با خیلی شماره زیاد گردی هم آمدیم. من در کامنت‌های شما میخونم که شما فکرهای خوب و مصلحت‌های خود را دریغ نداشته با ما مینویسید. ولی آدمانی هستند گرچند خیلی کم هم باشند که موضوعها را تا آخر تماشا نکرده یک نمود گپ‌ها مینویسند و حتی حقارت هم میکنند. گویا ما آنها را مجبور کرده باشیم که تو تماشا کن. دوستان، بخفگی این کانال برای این شخصان نیست. شما اگر یگان تکلیف یا گفتنی دارید، التماس با عقلانه نویسید. بحث های علمی تشکیل کنید تا حقیقت معلوم شود. تا جایی که من میدونم در یوتیوب این یگانه کانال تاجیکی علمی می باشد که فقط میخواهد در ساحه علم بحث کند. من هم مثل شما یک آدم عادی هستم. فقط برای من سلامتی و زندگی خوب شما و فرزندهای شما تاجیکستانیان در هر کجای دنیا که باشد نهایت ضرور است. از این رو من این موضوعهای ضروری را پیشکش شما میگردونم. اگر خواهید لایک کنید، نخواهید این انتخاب شماست. فقط من همین را با شما رسانیدنیم که روزهای 23 تا 29 اپریل سال روان در تاجیکستان هفته اروپایی ایمونیزاسیا گذشته ایستاده است. این تشبوس است که برای بلند برداشتن دانش احوالی آید به فایده بخشی و ماهیت ایمونیزاسیا و پیشگیری بیماری‌های سرایتی با واسطه ایمونیزاسیا اداره شونده روانه شده است. مقصد اساسی این چاره‌بینی مهم بلند برداشتن سطح دانش احوالی آید به مهمیت ایمونیزاسیا که یگانه واسطه ثمرناک آید به پیشگیری و محافظت نمودن کودکان از بیماری‌های سرایت کننده از آن جمله سیل، گول زندانک، سرخچه، گول افشان، کوزوس، فلج، گپاتیت B، سرایتی روتاویروسی، کبد سولفا و سرایت گامافیلی می باشد. از این کسلی‌هایی که در بالا نام برده شد تا پیدا شدن واکسینه ها آدمان زیاد، دهه‌ها، شهرهای زیاد نابود شدند. تاریخ گواه است و چندین بار این حادثه ها تکرار شدند. ایمونیزاسیا یکی از دستاوردهای بی‌نظیر ساحه تندرستی می باشد که انسانها را از گرفتارشوی و بیماری‌های سرایتی ایمن نگه می‌دارد. همساله ایمونیزاسیا در جهان حیات میلیون‌ها آدمان را از بیماری‌های سرایت شونده رها داده آنها را از فوت و معیوبی یکمره محافظت می‌نماید. اما امروزها میان جامعه گروه‌هایی هستند که از ایمونیزاسیاهای کودکان خود و نزدیکان آنها خودداری می‌نمایند. با عقیده آنها گویا این اقدام نادرست باشد، ولی چنین افراد خود نمی‌دانند که دیده و دانسته اشتباه نابخشودنی را صادر می‌نمایند. این گروه آدمان در جهان بسیار بوده. آنها خود را گروه‌های آنتی پریویفکا نام می‌برند که آنها گپ‌های لژی اوچیانی یعنی دانشمندان دروغین را اساس می‌کنند. این گونه دانشمندان دروغین در علم به جای نمی‌رسند و به این متدهای فریب مردم ساده را به راه مانده به این واسطه پول هم کار می‌کنند که درباره یکی از آنها از روسیه که حتی دین را هم به این کار دروغین خود همراه می‌کند و گویا نمی‌داند که یگام دین ضد پریریفکا نبرآمده است و نمی‌براید، چون که پریریفکا این پیشروی علم برای نجات آدمان از مرگ روانه کرده می‌شود. به هر صورت هر یکی ما را می‌سزد که در سطح بلند گذراندن این معرکه مهم هرچی بیشتر تلاش نموده نگذاریم که هیچ کودک از هفته اروپایی ایمونیزاسیا برکنار بماند. و ما را می‌باید که نسبت به گروه‌هایی که
مخالف گذراندن ایمونیزاسیا هستند مبارزه دستجمعانه به راه مانیم. این گروه ها اندیشه نمیکنند که همه ساله از نارسایی همین واکسین‌ها نزدیکی 1.4 1.5 میلیون کودکان در دنیا می‌فوتند. و چنانکه در بالا گفتیم از 23 تا 29 اپریل سال روان با تشبث بیوروی منطقوی اروپایی، تشکیلات عمومی جهانی تندرستی و با اقدام پیوسته وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان هفته اروپایی ایمونیزاسیا گذرانده می شود. متخصصان ساحه طب تاکید میکنند که در دایره چاره‌بینی هفته اروپایی ایمونیزاسیا باید کودکان تا سن 6 ساله با همین واکسن ها ایمونیزاسیا شوند. در آخر من از شما خواهش میکنم که تا آخر این معرکه 2 روز مانده است. نگذارید که فرزندانتان از معرکه بسیار مهم برای سلامتی آنها قفا مانند. باقی برای شما و فرزندانتان آرزومندی سلامتی خوبیم. با کانال اگروتک تیجی آبونه شدن را فراموش نکنید و اگر این موضوع را برای خود و فرزندان خود ضرور شمارید لایک ماندن را فراموش نکنید.